یه خبرنگار پاپاراتزی هست روی یوتیوب. یه دروغایی میگه که من واقعا اینطوریه که هر شب میرم ببینم این چه دروغ جدیدی خلق کرده. اه، اسمشو نمیتونم بگم، ولی از اینکه من برادرم زیر آوار زلزله ترکیه هست الان و من دارم میرم که اونو در بیارم، از این دروغ گفتن تا برگزاری نمایشگاه ما رو برگزار کردن، اختتامیش هم گرفتن. چقدر دشمن تراشیدن و یه دروغای عجیب میگه. من نمیدونم چطور واقعا آدم چطوری میتونه برسه به این نقطه. من شخصا خودم در تیک تاک قدری تجربه دارم، میتونه داستانای نو پشت ما جور میکردن، به خودم هیچ خبر نه. یعنی بعضی ها دیگه کانتنت ندارن، خوش دارن که یک چیز دروغ جور کنن تا مردم ببینه، فقط هدفشون دیده شدن است. اگه اونا نرمال یک گپ بگوین کس نمیبینیشون، مجبور است که سر یک نفر یا تومت کنه یا یک دروغ بگوید که بیننده بگیره. و کانتنتش امور رقم شما خود ناراحت نکنین. متاسفانه بعض تیک تاکرها یا بعض یوتیوبرها همین کارشان هسته که کسایی که ببینن که یک ذره مشهور است یا مردم مثلا فعلا کلگی متوجه خودت است و میخواد باری خود بفهمه، حتی اگر دروغ هم باشه و مردم میشنوه و این باعث میشه که فایدهش میشه. میفهمین؟ من احساس کنم ویویی که میخوره مردم میدونن که این دروغه، ولی اون دروغه انقدر جالبه، انقدر اون دروغ مثلا خنده داره که من خودم شخصا مثلا نگاه میکنم که تا کجا میتونه فکر کنه. یعنی خلاقیتش تو دروغ گفتن انقدر بالاست، من تحسینش میکنم واقعا. میتونی همچین دنیایی بسازه، بعد تو این دنیا انقدر عمیق شه، یه دروغ به این بزرگی، و اینو میتونه هر شب ادامه بده، تقریبا هر شب یه دروغ جدید. ولی ولی جذاب یه دروغاش انقدر جالبه، انقدر مشخصه که این دروغه. بعد این مشخص بودن خودش شده یه جور کانتنت. فکر کنم خودش هم متوجه هست که داره یک همچین کاری میکنه، ولی خب. اما بطور گفتم مثلا یک چیزی که مربوط شما شد طبعا خوب یا بد مردم میخواد بفهمه، امی که مردم میره او را میبینه این باعث میشه کو فایده میکنه. متاسفانه که نمی کاره زیادتر کسا میکنن به خاطر دروغ. بر ما داستانا جور کردن چجان رضا جان که یعنی بسیار زیاد. یک دفعه یک کس یک ویدیو جور کرده بود درباره من نمیفهم چی ما گفتم ما خو خبر نداریم میگه پاد زندگی ما شده باشه. البته حافظه ما از دادیم که البته یادم رفته این گپای یا یادشم مثلا یه نمونهش، ما چقدر تلاش داریم که اسم کمپانیمون برند بشه انتاب، ولی خب موتر افغانستان مشهور شده. البته من خوشحالم که همه دوست دارن این موتر و متعلق به خودشون میدونن، جزئی از خودشون میدونن. این واقعا خیلی برام مسرت بخشه، ولی این جلوی این رو میگیره که این کمپانی اسمش بیاد بالا و برند بشه. جدای از اون، اسم موتر در ابتدا شده ماداناین که هنوزم روی ویکیپدیا یا روی خبرگزاری بزرگ اسمش ماداناینه. این ماداناین نمیدونم چطور یه دروغ رسانه‌ای از کجا شروع شد، ولی این واقعا سایه انداخته روی حقیقتی که هست. و الان نمایشگاه موتر ژنو، امیدوارم که اینجا با 1000 تا خبرنگار بین‌المللی 1000 نفری تلاش بکنیم که اسم واقعی موتر رو بذاریم، از این ماداناین پس بکنیم. بعضی مواقع انقدر یه دروغی، یه حاشیه‌ای انقدر بزرگ میشه که جای متن رو میگیره. برای ما می اتفاق زیاد افتاده، امیدواریم که تو این نمایشگاه بتونیم حلش کنیم. ولی بعضی مواقع این دروغا خیلی جالب میشه، خیلی جالب میشه و خودش شده یک مدلی از کانتنت دیگه. واقعا سرگردونه. کانتنت است که بعضها همین کارشان است، شایع جور کنن، دروغ بگوین، تهمت بزنن تا که دیده شوند. در غیر از او کسی اینا رو نمیبینه و نه خودشان قدر استعداد دارن که یک کار دیگه کنن که دیده شوند. باز سر کسایی که مشهور است یک گپ مندازن تا که دیده شوند.